دستا رو نگاه کنید. آقای خوشگل. بچه ببینید برای شونه کردن حتما از تشویقی استفاده کنید. خیلی مهم اینه که سگتون تو چه سنی، اگه طوله است خوردنی خوراکی یه دستتون با یه دست دیگه شونه رو بکشید. الان آقا لویی هم که میبینید انقدر راحت میذاره من شونهش کنم، خیلی باش تمرین کردم و لویی الان تقریبا 3-4 سالشه. یکی از شاگرداییمه که من تو این یکی دو سالی که باش ارتباط دارم کاملا این آموزش‌ها رو پیش من دیده و ببینید که چقدر راحت میتونیم شونش کنیم. حتی قلم میخوره، انقدر توپلیه راحت قل میخوره. قلقلی مثل یه توپ مشکی بخور. مرسی. آفرین قلقلی. اونوری آفرین قلقلی اونوری. مرسی که همکاری میکنی. ببینید بچه ها به هیچ عنوان شونه نباید موی سگ رو بکشه یا باعث آزار و اذیت سگ بشه. همین باعث بشه که سگ همیشه از شونه بعدش بیاد. خیلی مخلصم.